سلام، خوش اومدید به قسمت پنجم از مجموعه داستان کریپتو. تو ویدیوهای قبلی یاد گرفتیم که بلاکچین چیه، بیت کوین چطور کار میکنه و اتریوم چه قابلیتی داره. ولی اگه دارایی خودمون رو ایمن نگه نداریم، تمام این دانش بیفاید است. تو دنیای کریپتو شما بانک خودتون هستید. هیچ تماس تلفنی با پشتیبانی که مثلا توی بانک ها وجود داره، یا هیچ بیمه دولتی که مثلا بیمه کنه موجودی شما رو، دارایی شما رو، یا مرجع مرکزی که بیاد و تراکنش شما رو لغو کنه وجود نداره. تو این قسمت ما میایم به حیاتی ترین مهارت شاید بشه گفت توی کریپتو اشاره میکنیم و نگاه میکنیم، و اون هم نگهداری از کلیدهای خصوصی هست، برای اینکه بتونیم از دارایی های خودمون محافظت کنیم. اگه با مفاهیم پایه کریپتو آشنایید، میتونید ماجرا رو از همین ویدیو دنبال کنید. در غیر این صورت پیشنهاد میکنم اول ویدیوهای قبلی این مجموعه رو ببینید تا بتونید استفاده بهتری از ادامه این ویدیو و ویدیوهای بعدی ببرید. اگرم از اون دسته افرادی هستید که به تازه های کریپتو علاقه دارید، لینک کانال تلگرام رو این پایین گذاشتم که میتونید عضو شید. خب، بیایید بریم با اصل مالکیت توی دنیای غیر متمرکز شروع کنیم. کریپتو اومد و مفهوم مالکیت رو متحول کرد. بانک سنتی چطوره؟ تو بانک سنتی و امروزی خب پول شما توی سیستم اوناست، شما پول رو در اختیار اونها گذاشتید. اونا میتونن مثلا حساب شما رو مسدود کنن یا هر کاری خواستن با اون پول انجام بدن. شما فرضاً یه تعهد کتبی یا بالاخره یک تعهدی دارید از سمت بانک که هر وقت شما پولتون رو خواستید اون پول رو به شما بده. اما توی کریپتو پول شما مستقیما توی بلاکچینه، اونجا وجود داره. کلید خصوصی یه راه دسترسی به اونه، با این کلید شما دسترسی پیدا میکنید به اون دارایی که روی شبکه بلاکچین دارید. اگه کلیدها رو کنترل کنید، شما در واقع مالک حقیقی همه اون دارایی و وجوه خودتون هست. یه شعاری اینجا وجود داره که به طور خیلی خلاصه میگه اگه کلیداتون رو از دست بدید، کوین ها یا سکه هاتون هم از دست دادید. پس باید خیلی حواستون به کلیداتون باشه. وقتی که این مبلغ سرمایه گذاریتون رو شما میرید مثلا میذارید توی یه صرافی متمرکز، کاری که شما در واقع دارید انجام میدید اینه که به اون صرافی اعتماد کردید که بیاد و این کلیدها رو برای شما نگه داره تا با استفاده از اون کلیدها بتونه بره و روی شبکه بلاکچین از طرف شما تراکنشی رو انجام بده. پس ما یه بلاکچین داریم، صرافی داریم و کیف پول. حالا بیایم ببینیم این کیف پول که ما ازش داریم صحبت میکنیم دقیقا چیه. از کیف پول شروع کنیم و چه چیزی رو در واقع میاد و ذخیره میکنه. ببینید، کیف پول برعکس تصوری که ممکنه وجود داشته باشه، مثلا مثل کیف پول شما، یا مثلا یه کیف پول چرمی نیست که توی جیب شما هست و توش واقعا پول، حالا اسکناسی اون سکه رو قرار میدید. کریپتو، اون کریپتویی که شما دارید هیچ وقت داخل کیف پول ذخیره نمیشه. پس چطور، چه اتفاقی میفته؟ ببینید، کیف پول در واقع یه مثلا نرم افزاره یا یه دستگاه سخت افزاریه که میاد چیکار میکنه؟ میاد کلیدهای خصوصی شما رو نگهداری میکنه. پس چی توی کیف پول ذخیره میشه؟ در واقع کلیدهای خصوصی. و چه امکانی به ما میده؟ چه اتفاقی میفته؟ اول اینکه شما میتونید با استفاده از اینها برید و موجودی خودتون رو ببینید که در واقع آدرس های عمومی هست، رو صحبت میکنیم در موردش. رو میتونید دسترسی پیدا کنید و ببینید که چقدر موجودی دارید روی اون شبکه بلاکچین. و
مسئله بعدی، قابلیت بعدی این هستش که شما میتونید با استفاده از کلید خصوصی خودتون یه تراکنش رو تایید کنید که توی بلاکچین ثبت بشه. در واقع میتونید بگید امضا میکنید در واقع اون تراکنش رو با استفاده از کلید خصوصی خودتون. خب اگر اینها توصیف کیف پول توی دنیای کریپتو هست، پس کوین های شما کجاست؟ کوین ها در واقع کجا دارن نگهداری میشن یا ذخیره میشن؟ کوین های شما همیشه روی بلاکچین هستن و برای همیشه رو بلاکچین باقی میمونن. اینها منتقل نمیشن بیان توی کیف پول شما. کیف پول فقط میشه، حالا اینطوری گفت، یه پنجره است، یه دریچه‌ایه که به شما این اجازه رو میده که اون سکه ها رو روی اون شبکه بلاکچین بیایید و جابجا کنید. خب حالا ببینیم چطور کار میکنه این کیف پول. برای اینکه این کار رو انجام بده، براش تعریفش رو مشخص کردیم، حالا چطور این کار رو انجام میده. توی هر تراکنشی که شما توی دنیای کریپتو انجام میدید، دو تا کلید ضروریه که کوچولو بهش اشاره کردیم، حالا اینجا بیشتر در موردش صحبت میکنیم. اولیش کلید عمومیه یا آدرس عمومی. چی هست؟ نقشش چیه؟ میتونید تصور کنید اون رو آدرس حسابتون. حساب بانکی چطور دارید شما؟ شماره حساب بانکیتون رو میدید، هر کی میخواد مثلا پولی رو بهش واریز میکنه، انتقال میده پول رو به اون حساب بانکی. شما میتونید آدرس عمومی یا کلید عمومی رو اینطور تصور کنید، این رو در اختیار هر کسی قرار میدید تا بتونه کریپتویی رو برای شما واریز کنه. امنیتش چطوره؟ خب همونطور که عرض کردم ریسکی وجود نداره، شما اون رو میتونید خیلی راحت در اختیار هر کسی قرار بدید و در واقع مشکلی برای این کار نظر امنیتی وجود نداره. اما قسمت اصلی روی کلید خصوصیه یا آدرس خصوصی. چه نقشی رو بازی میکنه؟ بیایید براش این نقش رو در نظر بگیرید مثل پسورد یا رمز عبور. رمز عبور اصلی که در واقع شما با اون تراکنش ها رو امضا میکنید. پس حالا مشخص شد اینجا امنیت نقش خیلی مهمی رو بازی میکنه. نباید هیچ وقت شما بیایید و اون رو، یعنی کلید خصوصیتون رو با کسی به اشتراک بذارید. اینجوری بگیم اگر کلید خصوصیتون رو گم کنید یا مثلا لو بره دست کسی، بیفته به هر طریقی، شاید بشه گفت شما تمام داراییاتون رو که امضا کردید با اون کلید خصوصی شاید برای همیشه از دست دادید. پس باید خیلی مراقب و مواظبش باشید. اما یه بخش خیلی مهمتر هم وجود داره، از نظر امنیتی خیلی اهمیت داره و اون هم عبارت بازیابی هست برای کیف پول شما. هر وقت که شما یک کیف پول جدید میایید و در واقع ایجاد میکنید، حالا بعد از این یا اگر قبلا برخورد داشتید که متوجه هستید منظورم چی هست، یا از این به بعد اگر کیف پولی رو شما ایجاد میکنید میبینید که یه عبارت بازیابی یا سید فریز به شما داده میشه. معمولا مثلا 12 کلمه است یا 24 کلمه است. این یک عبارت بازیابیه که در اختیار شما قرار میگیره. اهمیتش چیه؟ به چه درد میخوره؟ این عبارت بازیابی یا سید فریز کلید اصلی هست در واقع که میتونه همه کلیدهای خصوصی شما رو بازیابی کنه اگر کیف پولتون رو تغییر بدید و کیف پول جدید سازگار باشه با کیف پول قبل. یعنی شما از یک کیف پول میرید به کیف پول دیگه، از یک دستگاه به دستگاه دیگه. مثلا شما دستگاه گوشیتون، موبایلتون رو عوض میکنید. خب کیف پول شما اگر روی اون موبایل شما باشه برفرض، میخواید روی موبایل جدید هم بهش دسترسی پیدا کنید، باید از این عبارت بازیابی استفاده کنید تا دوباره بتونید با استفاده از کلیدهای خصوصیتون دسترسی داشته باشید به شبکه بلاکچین از طریق اون کیف پول و کارهاتون رو انجام بدید. خب پس مثلا اگر حتی خراب شه یا پول مثلا کیف پول سخت افزاری داشته باشید، کیف پول سخت افزاریتون خراب شه،
یا گم شه گوشیتون حتی، حالا من گفتم عوض کنید ولی فرض کنید گم شه، شما باز هم دسترسی دارید به شرط اینکه این 12 کلمه رو یا 24 کلمه رو داشته باشید با خودتون و توی دستگاه جدید یا کیف سخت افزاری جدید کیف پول سخت افزاری جدید یا گوشی جدید مثلا شما بتونید در واقع کلمات رو وارد کنید و بتونید دسترسیتون رو داشته باشید دوباره به دارایی هاتون. پس بخوایم یه جنبندی اینجا بکنیم، در واقع عبارت بازیابی یا سید فریز شما مهمترین اطلاعاتیه که شما مالکش هستید. اون رو هیچ وقت به صورت دیجیتالی ذخیره نکنید. یعنی اون رو توی مثلا با یه ایمیل بخواید برای خودتون یا برای کسی بفرستید، مثلا توی کلاود فضای ابری بخواید ذخیره کنید، یا مثلا این رو به صورت یه عکس بگیرید ازش و یه جا ذخیره کنید، اینها ریسک بالایی داره این کار. به جای اون باید در جایی خیلی مطمئن، مثلا چه میدونم روی یک کاغذ بنویسیدش، یک جایی روی یک گاف صندوق نگهداری کنید، یا هر جایی که خودتون فکر میکنید واقعا مطمئن هست و هیچ اتفاقی براش نمیفته. خب پس این شد اصل کار. فهمیدیم که داستان از چه قراره، از کیف پول چطور در واقع دسترسی پیدا میشه به شبکه بلاکچین، حالا چه به صورت مستقیم چه از طریق صرافی. این رو آشنایی مختصری پیدا کردیم. بیایم حالا روی خود کیف پول ببینیم که این کیف پولا چطوری هن و چطور دسته‌بندی میشن. کیف پولا رو از نظر اتصال به اینترنت میان به دو دسته تقسیم میکنن: کیف پولای گرم و کیف پول سرد. اونهایی که همیشه آنلاینن مثل چی؟ مثل کیف پولای که شما به صورت نرم افزار موبایلی برفرض دارید، رو گوشیتون نرم افزار دارید، از طریق این دسترسی پیدا میکنید، این یک کیف پول گرمه. یا مثلا شما ممکنه روی براوزر مرورگرتون پلاگین یا افزونه‌ای داشته باشید مثل مثلا متاماسک اگر آشنا باشید، این هم یک کیف پول گرم هست. یا صرافی هم چون همیشه متصل هستن، این رو هم میشه به عنوان یک کیف پول گرم در نظر بگیرید. پس توی هر کدوم از اینها اگر شما دارید کارتون انجام میدید، بدونید که دارید با کیف پول گرم کار میکنید. در مقابلش کیف پول سرد کیفیه که آفلاینه و فقط در صورتی که لازم باشه ما این رو به اینترنت وصل میکنیم، در غیر این صورت به اینترنت وصل. مثل چی؟ مثل دستگاه سخت افزاری که شما ممکنه داشته باشید، شرکت هایی مثلا لجر یا شرکت های دیگه میان اینها رو عرضه میکنن میفروشن. یه دستگاه در واقع فیزیکیه، سخت افزاریه و شما هر وقت بخواید این رو به کامپیوترتون وصل میکنید، از طریق اون به اینترنت وصل میشید، جابجایی رو انجام میدید و بعدش هم از اینترنت رو جدا میکنید، از کامپیوتر جدا میکنید، آفلاین میشه دوباره و دیگه کسی دسترسی بهش نداره. پس این شد دو نوع مختلف کیف پول که ما میتونیم داشته باشیم از نظر ارتباط با اینترنت، گرم و سرد بودن. مزایا و هر کدوم چیه؟ کیف پول گرم رو شما استفاده ازش خیلی آسونه و تراکنش ها رو خیلی سریع شما میتونید انجام بدید. شما رو گوشی موبایلتون میرید سریع و تراکنش رو اونجا میتونید انجام بدید. اما از طرف دیگه مثل هر نرم افزار دیگه ای که مخصوصا اگر به اینترنت وصل باشه، آسیب پذیر در مقابل مثلا چی؟ مثل هک یا بد افزارهایی که وجود داره، کلاهبرداری مختلف، فیشینگ، غیره. اینها رو باید حواسمون باشه. پس این نقطه ضعفش هست. خب از طرف دیگه کیف پول سرد چی؟ کیف پول سرد از نظر امنیت این مشکلات نداره، در واقع بالاترین امنیت داره، هک نمیشه غیره. خب از این نظر از نظر نگهداری در واقع اون کلیدهای خصوصی خیلی مطمئن تره. ریسکش چیه؟ ریسکایی که هر دستگاه فیزیکی ممکنه داشته باشه اینی که شما گمش کنید، مثلا من دستش بدید به هر دلیلی، یا از نظر فیزیکی دستگاه آسیب ببینه. این هم ریسکاییه که برای کیف پول فیزیکی وجود داره و دیگه کار مثلا آسیب ببینه اصلا کار نکنه دیگه. خب این ریسکا هست. توصیه که معمولا میشه اینه که شما مثلا اگر معاملات روزانه میخواید انجام بدید یا مبلغ کوچیکی رو میخواید کار کنید، خب از
کیف پول گرم استفاده کنید، کارتون راحت باشه. اما اگر میخواید برای بلند مدت نگهداری کنید و مخصوصا اینکه اگر مبالغ زیاد هست، حتما برید سراغ کیف پول سرد. یعنی به عنوان یه سرمایه گذار نهایتش اینه که شما باید همه رو منتقل کنید به کیف پول سرد تا اینکه توی پول گرم بخواید کیف پول گرم بخواید نگهداری. خب این شد از دسته‌بندی کیف پول ها. اما مسئله سکیوریتی یا امنیت رو در هر صورت باید جدی بگیرید. حتما از در واقع تو فاکتور اتنتیکیشن یا احراز هویت دوم 2FA یا MFA استفاده کنید. چه به صرافی اگر وصل میشید، سرویس آنلاینی وصل میشید، ترجیحاً این رو از طریق برنامه‌های احراز هویتی که وجود داره مثل گوگل اتنتیکیتر استفاده کنید، نه اینکه مثلا بیاید از پیامک استفاده کنید واسه این کار. نه، این کار درستی نیست. پس قدم اول اینه که 2FA یا MFA رو حتما فعال کنید. آدرسایی که باشون کار میکنید حتما چک کنید و دوباره چک کنید، دابل چک کنید، بررسی کنید. حروف اول و آخرش رو قبل از ارسال تراکنش چک کنید. جایی که میخواید مبلغی رو بفرستید، میخواید کوینی رو بفرستید، حتما چک کنید. مخصوصا اینکه اگر مبلغ ها بزرگ هستن، این مبلغ وقتی بفرستید برای آدرس اشتباه بفرستید دیگه رفته، دیگه میشه اون کلمه شخص گیرنده که احیانا اگه شما حتی بشناسیدش شاید هم نشناسید دیگه رفته، بخواد برای شما این رو بفرسته. اصلا شما بتونید باش تماس برقرار کنید یا نه، شما میتونید این رو از دست رفته تلقی کنید. پس خیلی روش وسواس داشته باشید و حواستون باشه. لینک هایی که شما دریافت میکنید، مثلا تو ایمیل ها ممکنه لینک هایی که بگیرید افراد ناشناس، تو جاهایی مثل تلگرام، دیسکورد، اپلیکیشن های مشابه، رو اینها کلیک نکنید. کسی که میان و هکرها خیلی دوست دارن کاری که میکنن اینه که میان وبسایت های بزرگ معروف اینا رو در واقع جمع میکنن، حالا به یه نحوی یه حرفش مشابهش رو مثلا اضافه کم میکنن یا هرچی، و میان این رو از شما میخوان که مثلا رو این کلیک کنید، نمیدونم به فلان اتفاق میفته، و با ترفندهای مختلف میخوان که اون عبارت بازیابی شما رو از شما بگیرن و بدزدن. این رو خیلی حواستون باشه. حتی عبارت بازیابیتون رو میخواید خیلی مطمئن باشید، اصلا جای تایپ نکنید تو گوشیتون، توی کامپیوترتون. اصلا این 12 کلمه رو تایپ نکنید به هیچ عنوان، مگر اینکه واقعا میخواید کیف پول سخت افزاری رو، حالا جلوتر اشاره شد، قبلتر اشاره شد، شما میخواید جای دیگه بازیابی کنید. به جز این شما نیازی ندارید، دلیلی وجود نداره که این عبارت بازیابی رو بخواید جایی تایپ کنید. ریسک داره این کار. خب بیایم یه جمع‌بندی کنیم، یک جمع‌بندی انجام بدیم برای اینکه ببینیم در واقع اون چی که صحبت کردیم یه تشابهش با بانکداری چیه که بیشتر به ذهن بشینه. شما کلید خصوصیتون رو تصور کنید که کلید گاو صندوق مثلا هستش که شما تو خونه دارید. پس این شد کلید خصوصی، اینجور نگاش کن. عبارت بازیابی اینه که شما مثلا اگر کلیدا رو گم کردید بتونید برای اون گاو صندوق دوباره کلیدهای خصوصیتون رو به دست بیارید. پس این هم شد از عبارت بازیابی. کیف پول سرد رو شما مثل یه گاو صندوقی تصور کنید که مثلا تو زیر زمین خونتون گذاشتید، خیلی جای امن و اینکه هر کسی دسترسی بهش نداره، سخته، درشو میتونید قفل کنید و اما در سمت مقابل بیاید کیف پول گرم رو اینجور برای خودتون در واقع به ذهن بیارید که یه قلکیه که شما روی میز گذاشتید. خب شما چه تصوری دارید از اون گاو صندوقی که توی زیر زمینه و یه قلکی که روی میز گذاشتید؟ خب هر کسی ممکنه بیاد و هر بلایی سرش بیاره. اینها رو اینطور باید مقایسه کنید. شما همون اندازه که
از اون گاو صندوق فیزیکی خودتون استفاده میکنید و میرید مثلا توی زیر زمین میذاریدش، به همون اندازه هم باید از کلیداتون محافظت کنید. پس کلید خصوصی شد مترادف با مالکیت. اینو تو ذهن داشته باشیم. کلیدهای خصوصیمون رو محافظت کنیم، ازش کنترلش کنیم. عبارت بازیابی که صحبت شد این رو فقط به صورت فیزیکی و آفلاین جایی ذخیره کنیم. از کیف سرد برای ذخیره کردن در واقع کلیدهای خصوصی استفاده کنیم، مخصوصا برای مبالغ بزرگ. از 2FA یا MFA برای احراز هویت تو همه حساب‌های آنلاینتون، فقط مخصوص کریپتو نیست، دیگه امروز همه جا هست و افراد باش آشنا هستن. این رو حتما استفاده کنید. توی کریپتو اهمیتش در واقع دو چندان یا شاید صد چندان هم حتی میشه. از کلاهبرداری ها و لینک هایی که فیشینگ هست دوری کنید. اعتماد کورکورانه نکنید. یعنی یه لینک شما ببینید جذبتون کنه، جذاب باشه و بزنید روش و اون کاری رو که میخواد مثلا به ازای این که میگه حالا فلان پاداش بهتون داده میشه یا بالاخره اغوا کننده است، از اینا حتما دیدید، میاد ایمیلش میاد، پیامک میاد و غیره. اینها رو خیلی حواستون بهش باشه. پس ما یه اصول اولیه از امنیت رو اینجا مرور کردیم، با هم دیگه باش آشنا شدیم که خیلی لازمه این هستش که خب شما میخواید شروع به کار کنید، حتما این نکات اولیه و پایه‌ای رو باید باهاش آشنا باشید. توی ویدیو بعدی میایم با فرضی که اینها رو آشنا هستیم و به خودمون نمیخوایم ضرری بزنیم و ریسک کارمون پایین هست، میخوایم بیایم و ببینیم چطور میشه با بازار، با مارکت تعامل برقرار کرد. با صرافی آشنا میشیم، با موضوع تریدینگ و اینکه چطور بیایم و اولین خرید خودمون رو انجام بدیم و مثلا بیت کوین یا اتریوم رو با پول فیات خودمون بیایم و مبادله کنیم. ممنون از اینکه همراه بودید. روزگار